سلام و عرض ادب. ارزو نادری هستم. از سال 2013 به این سو در نهادهای مختلف دولتی و غیر دولتی به عنوان یک شهروند مسئول در برابر جامعه کار کردیم. اولین تجربه کاری ما گرفتن دست کودکان دانش آموز بود. به این معنا با اعتقادی که به پرورش درست نسل‌های آینده وطن داشتم رفتم و شامل سکتور مقدس آموزش و پرورش شدم. و چون باور داشتم که اطفال افغانستان نخستین گام‌های خود در راه آموزش را تحت نظر آموزگاران متخصص و با دانش باید به پیش ببرند، بنابراین مشغول تربیت و پرورش کودکان وطن شدم. خرسند هستم که توانستم با تمام توان و آموخته‌های خود مدتی در خدمت نونهالان وطن باشم. بعد به یکی از مؤسسات تحصیلی خصوصی پیوستم و در مدت مأموریتم در این نهاد همواره تلاش کردیم تا بیشترین تمرکز بالای دختران باشد، چون دختران ما در هر شرایط آسیب پذیرند و خواستم با کار صادقانه و حمایت دختران در زمینه جذب دختران در این مؤسسه تلاش‌های مثمر را انجام دهم و بارها بر دخترانی که مشکلات مالی داشتند درخواست تخفیف نمودم و خوشبختانه تانستم دختران را کمک نمایم. بعد از طریق رقابت آزاد وارد کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی شدم و در واحد مطبوعات شروع به کار کردم. پس از آن چون تجربه دانشگاهی ما مرتبط با شغلی که علاقمند خدمتگزاری از طریق آن بودم نبود، ناگزیر شدم برای لیسانس دوم خود در رشته حقوق یکی از دانشگاه‌های خصوصی ثبت نام و شروع به ادامه تحصیل نمایم. بعد دوباره از طریق پروسه رقابت آزاد در واحد برنامه‌ریزی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی مشغول خدمت شدم و همزمان به ادامه تحصیل نیز می پرداختم. البته دوران تحصیل و مأموریت ما پر است از فراز و فرودهای مختلف. از جمله می توانم به کمبود منابع مالی یعنی فقر اقتصادی خانواده اشاره کنم، چون در یک خانواده 8 نفری زندگی می کردم و معاش پدرم تکافوی نیازهای مالی خانواده را نمی کرد. ناگزیر بودم در جریان روز کار کنم و از طرف شب تحصیلات عالی خود را ادامه بدم. یعنی در تایم شبانه یکی از دانشگاه‌های خصوصی مصروف فراگیری تحصیل بودم. در کنار شرایط محیطی و فرهنگی افغانستان برای دختران جوانی که در اوقات شبانه در دانشگاه‌ها مشغول آموزش بودند بسیار مناسب نبود. البته فضا در داخل دانشگاه‌ها البته مسئول بود، اما افرادی بودند که خارج از محیط دانشگاه دختران را در مسیر رفت و برگشت اذیت می‌کردند و زخم زبان می‌زدند. اما علی‌رغم این همه دشواری‌ها راه مبارزه را برگزیدم و با خود عهد کردم که یک زن تنها میتونه با کسب دانش و سواد در مقابل هر نوع موانعی بایسته. این کار نه تنها بر من بلکه بر سایر دختران نیز محیط مسئول کار و آموزش را فراهم میکرد. میخوایم بگویم که حتی تابوهای اجتماع و موانع سنتی و هر نوع چالش دیگر بزرگتر از موانع و تصورات منفی که زنان در ذهن خود برای خود ترسیم میکنند نیست. هر از گاهی که زنان موفق شدند ترسها و موانع ذهنی که ناشی از تصورات منفی انباشته شده در اذهانشان است را بردارند و برای تحقق خواستهای خود ابتدا با ذهن خود بجنگند، در نهایت موفق خواهند شد تا به تمام آرزوهای خود دست یابند. من هم با همین انگیزه 4 سال دانشگاه را با تمام فراز و فرودها به اتمام رساندم و قرار بود به ریاست‌های دولتی درخواست دهم، ولی متاسفانه نظام سیاسی دچار تحول شد. اما تحول در نظام سیاسی به معنای متحول شدن تعهدات و آرزوهای من در راستای خدمتگزاری به وطن نبود. بعد از تحول به کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان پیوستم و فعلا در بخش برنامه‌های آموزشی با کمیته همکاری میکنم و از این طریق مصدر خدمت به وطن و شهروندان کشور هستم. البته لازم به یادآوری است که کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان تمام برنامه‌های آموزشی خود را بدون در نظر داشت
هر نوع تبعیض و امتیاز میان خبرنگاران همه رسانه‌های کشور به صورت مساوی اجرا میکنه و بر اساس نیازمندی خبرنگاران و رسانه ها برنامه ها را تطبیق میکنه. ما متحد به آموزش و رشد ظرفیت خبرنگاران کشور هستیم. با تشکر فراوان.